خب برم تو این VPN جدید. VPN بیا کانکت شو. کانکت شو. دسترسی. کانکت شو بیا. دسترسی. به چی؟ به همه چی. چرا؟ چون من امنم. واقعا؟ آره. باشه. دسترسی. کانکت شو. خب تلگرام بیا. کی میشه یار برات همدم و غمخوار برات شب جان بعد داداش گلم چطوری عزیزم خوبی؟ آقا این چت منو بیار رو فاکتور خریدم گوشت میخوام خاموش عزیزم گوشی تو اساس برداشتم. گالری تو اینه. چیکار گالری؟ خب عزیزم چی میخوای عزیزم؟ به این چت این اکثر رو یه میخوام چیزی بفرستم قبلش فاکتور. شماره تلفن مال خودته یا نه؟ آره داداش مال خودم. دیشب گفتی از دیشب تا حالا تغییر نکرده شماره تو عوض نکردی. نه داداش شماره خودم بیا من خب این یه چیزی چند سالته؟ تاریخ تولدتو بزنیم به داداش تبریک من بگم. سال 1950 به دنیا اومدم. نه بابا آره داداش. خب توش بفرست بذار من این اکثر رو ببین یه بفرستم. چیزی این اون وی چته. پی ان مطمئنید اوکیه؟ آره این داداش. احساس آره، من آره، امنه. آره. خیلی تو چتون آره، میخونی داداش، شماره هم اوکی. پس مال خود بود. آره، بس این داداش. چیزا اسقر مکانیک اومد داخل اسقر مکانیک 206 بود سال داداش 93 مثلا 206 ندارم این سال چند 93 مهم اومده بود. نیست بهش یه داداش. پیام بده شاید یه نمیخوام. چیزی ازش داداش، خواست باباش اسقر بابا، مکانیک 38 گیگش بابا من چتمو بیا چقدر شد بابا وی پی ام بیا وی پی ام کانکت شو آه سلام بیا داداش داداش. گلم چطوری؟ شماره خودته آره داداش بزن این چتمو من داداش اینو ببینم. تو مگه وی پی ام نیستی چرا؟ اوکی آره چیز اسقر مکانیک نه، رفت نه، اسقر مهم مکانیک نیست. دیلیت اکانت داداش، کرد اینو دیلیت بفرست. اکانت کرد مهم نیست، مهم دیلیت نیست. اکانت کرد واسه بهش یه مهم پیام نیست. بده یه زنگ بزن داداش، چرا این کارو مهم کردی نیست. بذار من این فاکتور خریدمو بفرستم یه چیزی پول کارت اگر به میخوای کارت اگر کردم. میخوای فاکتور خرید و بفرستی یه کار باید بکنی چی؟ تو این 10 تا چنل باید عضو شی اول تو چرا نمیدونم فاکتور خرید باشه داش بیا بابا این یه پولی به ما بده. چرا پریمیوم همون نصب کن. نمیخوام اینجوری به درد نمیخوره. نمیخوام داش تو بابا، اینجور کاری اصلا- باش نه یه چیزی گفت چرا فاکتور. پریمیوم منو نصب برو می‌کنی داداش نمیخوام وی پی ان نمیخوام وی پی ان پروکسی سلام داداش چطوری گلم داداش؟ شماره خودته پروکسی نصب کردی. داداش نمیخوام وی پی ان برو بذار من با بابا من پروکسی وی پی ان بابا، امنیم. بیا یه نمیخوام. پریمیوم. نمی داداش روشن ببین. پروکسی اف وی پی ان است سلام داداش چطوری گلم داداش؟ شماره خودته داداش. آره پریمیوم نمیخوای. داداش این پیامو بفرست من خرید کردم 3 ماه $3. نمیخوام داداش دو ممیز 7. نمیخوام $1. داداش نمیخوام 30 سنت. چقدر حرف نمیدی؟ نمیخوام نمیدی؟ نمیخوام چیکار داریم بیا. مگه وی پی ان نیستی داداش گفتی امنی که دیلیت تو چرا قطع شد تو پروکسیت من نمیخوای منو حذف داداش برو من پروکسی زدم پروکسی سلام داداش چطوری اسقر داداش؟ مکانیک اومده تو تلگرام باشه بنظرم داداش. بهش پیام چشم بده بیا داداش، پیام بده. مردونگی بکن دادم. مهم نیستش این فاصله باشه که داداش. بینتون افتاده باید فاکتور برطرف خرید شد و سلام من یه وی پی ان دیگه ام. منو دانلود کن. داداش نمیخوام دمت گرم خیلی خوبم. $1. نمیخوام داداش یه دمت دونه. گرم من پولیم. نمیخوام پولیم. نمیخوام. یه ذره بخیر. شماره تلفن مال داداش شماره خودت تلفن مال حل خودمه این داداش. پیامو جان بفرست داداش. واسه من تو این برم 10 تا چنل عضو شدی بله داداش، خب عضو حل شدم. داداش داش یه چیزی این عکس 30 ثانیه بعد پاک میشه داداش برو بهش بگو منو بگیره. منم بهت میگم چند سالشه. من 90 گیگ الان ازش اطلاعات دارم. بگو منو بگیره. داش یه 90 اومده برات چی داداش 90 اومده برات سیکرت چت این 30 ثانیه دیگه پاک میشه داداش میخوای خب، سیوش کنی آره. نمیشه چرا نمیشه اجازه نداری بذار اسکرین شات ازش بگیرم نمیشه داداش داداش یه اسکرین شاته تو موبایل ندی نمیشه. اصلا تلگرام یه اسکرین شات بگیرم. این چرا گرفت اون میتونه داداش تو واسه من داری کار میکنی پروکسیم قطع شد وی پی ان $10. دیر شده. $10. داداش من یه فاکتور من 100,000 تومان کار من هنگ کردم. داداش $10 منو بده. تلفن اصلا تو من واتساپ میفرستم نخواستم تلگرام که یه عکس فرستاد واتساپ بیا من یه عکس بفرستم دیوانم کرد تلگرام بیزینس یا معمولی؟ توش فرقی نداره یه عکس فقط بیزینس یا می‌خوام. معمولی؟ هر کدوم راحت تری بیزینس یا معمولی؟ کدومو دوست داری بیزینس یا معمولی؟ بیزینس من معمولیم. داش نه معمولی شوخی کردم خیلی بی جنبه است داش این یه دونه عکس رو واسه من من میفرستی من آپدیت. خرید داش چرا من آپدیت. تازه اومدی من آپدیت. داش بیا آپدیت شو آپدیت شدی 20 30 چی 40 چی سلام 1060. بچه‌ها خوب هستی من وی پی بابا وی پی یه دقیقه قطع نه بذار داداش، این به آپدیت خدا. شه من چیز قابلیتمو اضافه کردم میتونی ازم بخری اشتراک میتونی بگیری این قابلیته آره قبلا نه داداش ممنون قبلا فقط آهنگ می‌زدم. ممنون نمیخوام داداش رفت وی پی یه گیگ 700 یه گیگ 800 یه گیگ چیه داداش کلا 200 نگی 233056 صدم و 53 داش تموم نشد
داداش یه دقیقه قطع شو لطفا داداش اصلا حذف شد تو نمیخوام تو رو 10 20 30 15066 800 کیلو بایت داداش قطع شو نمیخوام کلا حذف 8 کیلو بایت تو چرا اینطوری شدی 900 کیلو بایت داداش 200 کیلو بایت آپدیت شدی آخه آپدیت شد خدا آقا یه دونه اکثر حاجی، یه واسه کار بهت من میگم باید انجام بدی چی؟ بکاپ بگیر بولا نمیخوام باید داداش بکاپ بگیر داداش ببین فردا روز نیای به من بگی بکاپ نه نگرفتم داداش به من نمیگم پیامامو نشون بده. نمیگم نور نمیخوام داداش سریع ترین وی پی ان دنیا نمیخوام داداش خیلی آف خوردم به خدا 0 تا 5 ثانیه بود نمیخوام داداش ببین سرعتم چقدر بالاست نمیخوام داداش ببین آکانه داره من نتم زی نگاه با واتساپ چیکار کردی ببخشید داداش شرمندتم اونو نگو بیاد نه یا 2 بار دیگه بیاد میرم باشه واتساپ کلا یه دونه اکثر واسه من آپلود کن این اکثر میخوام آره همین اکثر آره. مطمئنی آره. مطمئنی آره همین داداش. اکثر دیگه بزن روش آپلود شد آره واسه کریم نه داداش چرا واسه اون آپلود کردی واسه کی میخوای داداش واسه این خریداره میخوام خریدار؟ چیز آه، خریداره. نه داداش اشتباه نه پاکش کن اینو کدوماشو این اکثر رو تو گروه ما فامیلی هم فرستادی یا نمیخوام داداش پاکش کن باش پاکش همینو؟ کن آره این پاک اولیه پاک مردم عزیز ایران توجه فرمایید آریان عکسش رو پاک کرد چیکار داری میکنی من پایین پاک شدم تو چرا مشخصی باز مگه پاک نشدی در بزرگترش نمیتونی بکنی نه داداش نمیخوام این پیامه قرار شد پاک بشه داداش شده از گروه دیگه. خانوادگی حداقل پاک کن اونو دیگه نمیتونم چرا همینطوری حال نکردم پاکش کنم داداش پاکش کن جون هر کی دوست داری آبرومونو میبری کدوم میخوای داداش این پیامه اینو پاکش کن پاکش کن نزدی رو واسه جفتتون پاک شه داداش دیگه منو نمیبینی من پیامی که فرستادم اون نمیتونم پاک کنم نه میخواستی از اول پیام ندی داداش بیا یه حرکت بزنی من تو رو پاک میکنم چطوره منو پاک من آره وی پی انم بابا یه دقیقه وی پی ان قطع شد تو الان عکس بودی برو قطع شو اصلا واتساپ پاک برو نمیخوام واتساپ چطوری وی پی ان آره فکر خوبی مگه تو الان وی پی ان نبودی وی پی ان هم ناامن شدن واتساپ بیا دوباره میخوام نصب به سلام چطوری چه خبره اون شما؟ اکثر رو یاد من شمارم اینه تو اینی؟ آره. یادت بهت گفتم بکاپ بگیر بفرما داخل سلام یه تراس بزرگ و طویل داری که میتونی پر از پیامش کنی چرا همه خالیه خالیه چون هیچی توش نیست چون خودت خواستی داداش این مخاطبه رو من چند سری بهت گفتم چند سری بهت یادت میاد یاد میاد جدول حساب وی نبودی ما راست میگی قیافت واسه من نه، داشتم نه، وی پی ان نه. بودی ما با واتساپ هم داداش جون هر کی دوست داری این یه دونه پیامه رو واسه من پاکش کن اصلا وجود نداره که پاکش کنی الان سرورت پاک شده یا هست آقا من یه پیام جدید برام من هم اومده. هست تا یه مدت یه ولی حال دسترسی نمی‌کنم. جدید من VPN؟ می‌خوام. اون دسترسی پیام- جدید بهم بده واسه چی نمیدونم یه دسترسی من چون بده، خالی هم با این همینجوری. میتونم چی؟ کار کنم همین من وی پی انم دیگه من چی ام پس چرا میخوای یه دسترسی بده ببینم بعد صحبت کنم بیا داداش دسترسی داداش موبایل دزدید وی پی ان وای بریم این اینستا یه دوری بزنیم ببینیم چه خبره وی پی ان کانکشن میخوام برم اینستا داداش شرمندتم دیگه اینجا همه کارم لنگ تو شرمندتم داداش کانکت میشی یه ذره صبر کن. چرا باید صبر کنم کانکت شده دیگه دارم به سرور جهانی وصلت میکنم تو چی کجا نمیخوام میخوای آلمان هر جا نزدیک‌تره فرانسه، هر کدوم اروپا. سریع‌تره باشه افغانستان باشه داداش واسه شدی بله خب این اینستا بیا سلام داداشم خوبی میدونی که سرور افغانستان فیلتره داداش وی پی ان میشه بسه مرا کار میکنی؟ داداش تو چرا لهجت عوض شد تو این خط نیستی چجوری حرف عید میزنی میدونم تو باز نیز چیه باید پشتو صحبت کنی چشم داداش لطفا وی پی ان را عوض بکن کجایی میخوای؟ یو اس آ همین الان گل محمد ساجست شد برات گل محمد کیه نمیدونم داداش من هنوز وارد نشدم
گل محمد اینو این ساجست شده پسر اینو فالو شد. تازه از ایران هم فرار کرد رفت. نمیخوام داداش، لطفا به سرور دیگه ای وصل شو. سرور دیگه آها کجاست؟ خب بهش پیدا خودم. جهانیه. این دختر روسه رو دیدی؟ نه نمیخوام داداش، میخوام یه اکانت خیلی جدید خوب. بسازم کسی نشناسه اونا رو منو. ول کن. داش میشه اینو تو براش یه اکانت- ریپلای بزن. یه ریپلای مشتی بزن. داداش آتیش بفرست. اون برات کپسول آتش نشون میده. نمیخوام ریپلای کن. بفرستمت برزیل شکل رو ببین. آقا یه اکانت جدید واسه من میسازی. حل نمیخوام عزیزم. کسی منو بشناسه. خب خب ساختی؟ آره. تمام وارد شد این اکانت عزیزم. شو. این دکمه رو بزن. خب عزیزم این مادرت، این پدرت، این داداشت هستش، اینم دوست دخترت هست، اینم کراشت. اینا الان بهشون نمایش داده میشه. تو اصلا تو کجا ذهن منی میدونی کراشم کیه نه نیست؟ الان من میدونم دیگه. یه چیزی من میدونم. توش من نمیخوام اینا کسی الان منو برات ساجست بشناسه. شدن. منم واسه اونا اشکال ساجست نداره. یه اسم شدم. دیگه بزن. بله پس چی فکر کردی؟ داداش، یه اسم طرف دیگه منم. بزن. چی؟ بزن. خدا بیا داداش. بهشون نشون دادم توی. داداش خب عکس توه من چیکار کنم؟ چرا عکس گذاشتی؟ تو گذاشتی. آقا نمیخوام منو بشناسن. خب من دیگه نمیدونم. آبروی بلاکشون منو کن. نبر. بلاکشون کن. بیا داداش بلاک. آفرین. حالا شد. خب. یکی عزیزم میخوام دور اینه. بزنم تو این. خب آره. داشتی دیروز صحبت میکردی در خصوص 206 درسته؟ آره داداش من با این رفیقم پستش. داشتم. آره. داداش من دیروز تو پارک نشسته بودم با آلمان انگلیس فرانسه. داداش تو چرا وصل آلمان شدی؟ انگلیس فرانسه. آلمان انگلیس فرانسه. آلمان داداش این قطع شد داداش آلمان آلمان انگلیس، فرانسه. آلمان آها مونیخ بیا من تو مونیخ هستم. این مولره آقا. مولر کیه؟ مولر بازیکن بایرن دیگه. لواندوفسکی هم بود قبلا ولی الان سرور اسپانیا بس میشد بعد داداش چند تا چیز عادی بیار واسه. 206 رو دیدی؟ خب دیروز هم داشتی دربارش صحبت می‌کردی. هدرزشه این. تو چرا تماس منو قطع میکنی؟ داشت مزاحم وب گردید میشد. منطقیه. آره. دمت گرم. فدات شم. خب این ویدیو رو برام من نگاه می‌کنم. داداش تو وی پی ان کمتر از 2 بار صدا کنی نمیام. باشه. چرا؟ نگاه چیکارش کردی قهر کرد؟ روسیه شرقی. بیا روسیه واسه آوردم. روسیه شرقی. دیگه نمیاد. داره گریه میکنه. دیگه نمیاد بابا. یه حرکت زدم واسه بری عشق کنی. چیکار کردی؟ همه کشور با دلم وای. مغزش رید. میتونی ازش بپرسی بچه کجایی؟ بچه کجایی داداش نیست؟ یه وبگردی ساده نمیتونیم داشته باشیم؟ داداش تو پولی. به من گفتی پولی؟ نمیخوام داداش تو اصلا وی پی ان تو نباید نظر بدی. ببین یه چیزی پست جان. داشتی داداش چرا قطع شد داداش؟ نه تو تلگرام وی پی ان